سلام، من نسترن هستم. توی این ویدیو میخوام به شما طراحی آبرنگی آموزش بدم. نکته طراحی آبرنگی یکیش اینه که بعد از اینکه لاک ژلتون رو زدین حتما تاپ مات میزنین تا بتونین طرحتون رو روی کار اجرا کنین. نکته بعدیش اینه که قلموتون رو یه دستمال کاغذی باید کنارتون باشه. قلمویی که رنگ رقیق داشتین رو مرتب باید تمیز کنین تا سایه های رنگی ایجاد بشه. این کار رو ببینید من اول طرح رو کشیدم، بعد توسط همون دستمال کاغذی و قلمو مرتب هی پاکش میکنم و این اضافه رنگ رو از رو کار برمیدم و میبینید مثل یه سایه برگ من ایجاد میشه و خیلی قشنگه. کاری که نکته بعدیش که رنگ آبرنگیتون رو با دوام تر میکنه، حتما بعد از اتمام کار بیس بزنید و بعدش تاپ کوتتون رو بزنید. خب من اومدم از دیزاین دیگه هم استفاده کردم که با یه براش رنگ آبرنگی رو پخش کردم روی سطح کارم که یه دونه های ریز خوشگل نامنظم به کار میده و بعد از اون بیسم رو زدم. روی بیسم اومدم از ورقای مس استفاده کردم. روی قسمت‌های از کارم رو که خالیه ورقای مس گذاشتم که این باعث میشه کارتون خیلی شیک بشه. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.